این ویدیو رو من دارم تهیه میکنم برای اینکه من فکر میکنم که خداوند هر انسانی رو روی این زمین میگذاره به یک دلیل به خصوصی و فکر میکنم دلیلی که من رو روی این زمین گذاشته اینه که این پیغام رو به شاید این دنیا هدیه بدم و اگر این پیغام رو من به دنیا هدیه بدم و در دنیا پخش بشه و خودم که نباشم ولی این بالاخره به دست شما برسه و دست به دست بچرخه و اون کاری که باید انجام بده، من اون وظیفه‌ای که داشتم رو فکر میکنم انجام دادم و فکر میکنم اسم این ویدیو و این مسیج و این پیغام شفاهی باید در واقع باشه طرز زندگی انسان روی زمین دیکته شده از طرف خداوند. همین. حالا به هر جوری که میخواد آدم اینو به قول معروف یا معنی کنه یا به زبون بیاره یا قشنگتر بگه، اون نمیدونم، ولی خداوند من فکر میکنم که به یک شکلی طرزی که دوست داره انسانها روی زمین زندگی بکنند رو در واقع به اونها نشون داده، ولی شاید هزاران سال این رو پنهان نگه داشته به صورت یک کد، یک سیکرت کد، تا به یه بلوغی برسن و در یک زمان به خصوصی این کد شکسته بشه و این کد موقعی شکسته میشه که یک رولوشن کاملی در انسانیت به وجود بیاد از همه زمینه‌ای و انسانیت آمادگی این رو داشته باشه که این کد رو در واقع جلوش ببینه، ولی یه چویسی داره که آیا با این کد که جلوش هست عمل کنه و یا اینکه کاملا چشمش رو به این در واقع ببنده و اون راه اشتباه رو بره. یعنی در واقع اون راه درستی که خداوند برای عمل کرد به انسان داده رو آیا میخواد انجام بده یا اینکه میخواد نه چشمش رو ببنده و کورکورانه ولی دانسته به هر بهانه‌ای اون کار اشتباه رو انجام بده. دیگه این یه چویسه، به قول معروف یک تصمیمه که خود انسان میتونه برای خودش بگیره و این رو خدا به عهده ما انسان ها گذاشته. این فری چویس رو به ما داده، هر انسانی این رو داره. حالا من در مورد چی دارم صحبت میکنم؟ یعنی خدا به نظری که میاد، نمیتونم بگم به نظر من چون اصلا نظر من نیست، من کی هستم که بخوام نظر داشته باشم. به نظر خدا من فکر میکنم این چیزی که به نظر میرسه اینه که شیرها به عنوان شاه و یا فرمانده و یا نمیدونم چی اسمشونو میشه گذاشت توی حیوانات، یعنی بالاترین رتبه رو توی حیوانات داشته باشن،
و اون رهبر شیرها بالاترین رتبه رو توی شیرها داشته باشه، یعنی در واقع آلفا لاین و یا لیدر پراید، اوکی، پراید لیدر لاین ها دیگه بالاترین رتبه رو توی شیرها داره، اون میشه دیگه بالاترین حیوان در تمام طبقه حیوانات از نظر به قول ما انسان ها. و بعد ما به قول خودمون اعتقاد داریم که انسان اشرف مخلوقاته، یعنی ما در واقع خودمون رو بالای حیوانات میبینیم، یعنی ما از اون حیوانات بالاتریم و در نتیجه دیگه بالای اون آقا شیره به قول معروف ماییم. پس ما بالای اون هستیم، ما بالای آقا شیره ایم و بعد آقا شیره است و بقیه حیوانات هم به قول معروف تو طبقه زیر خانواده شیرها هست. حالا خداوند پس شیرها رو آفریده به عنوان یک طبقه از حیوانات، به عنوان طبقه اشراف بالای حیوانات، ولی ما به عنوان انسان و اشرف مخلوقات و سرور شیرها هیچ وقت نمیتونستیم بریم وسط شیرها بشینیم، به قول معروف بنشینیم و طرز زندگی اینها رو از نزدیک مشاهده بکنیم، حتی 50 سال پیش، شاید 30 سال پیش، و این رو به قول معروف به چشم خودمون عیناً ببینیم و یاد بگیریم که بتونیم این رو به عنوان یک درس در زندگی خودمون به عنوان اشرف مخلوقات استفاده بکنیم. ما این کار رو نمیتونستیم بکنیم. پس این به صورت یک چیزی بود که در واقع سیکرت کد بود، باز نشدنی بود، برای ما مجهول بود، ما نمیتونستیم این رو بدونیم، ببینیم، به زبون بیاریم، به رشته تحریر بیاریم، بنویسیمش، به کسی بگیم. چیزی نبود که بتونیم ما در واقع یاد بگیریم، چرا که ما نمیتونستیم به این وسط حیواناتی که درنده هستن وارد بشیم. درسته؟ کی تونستیم ما اینا رو یاد بگیریم و یا داریم یاد میگیریم؟ موقعی که علم انقدر پیشرفته شد که تونست دوربین هایی و تکنولوژی به وجود بیاره که ما بتونیم از دور و یا از نزدیک اینها رو چنان مشاهده بکنیم که اصلا احتیاج نباشه ما داخل اینها بشیم. یعنی اون دوربین ها و اون دستگاه ها و اون تکنولوژی ها به ما اجازه بدن که ما در واقع طرز زندگی این حیوانات درنده رو در واقع از نزدیک مشاهده بکنیم و زندگی اینها رو چنان مشاهده بکنیم که یاد بگیریم که در واقع این حیوانات بسیار بسیار تعجب آور و بسیار افتخار آفرین و بسیار شایسته و ریگال، یعنی دیگه بالاترین اشرافی ترین حیوانات دنیا چجوری زندگی میکنن، راه زندگیشون، راه کرده زندگیشون که در وجودشون برنامه ریزی شده با خود از طریق خداوند چی هستش. و این رو ما در واقع بتونیم به رشته تحریر در بیاریم، این رو بتونیم برای خودمون به قول معروف به نوشتار در بیاریم و این رو بتونیم چه کار بکنیم؟ این رو بتونیم به همدیگه یاد بدیم. خب